آخر چه خواهد شد؟ اگر این روزا اخبار رو دنبال کنید احتمالاً این سوال مثل یه سایه سنگین روی ذهنتون افتاده. ترس از جنگ، بحران‌های اقتصادی، حس فروپاشی روان ما رو به شدت فرسوده کرد. اما آیا این اضطراب جمعی فقط یک نگرانی سیاسیه یا یه بحران عمیق وجوده؟ امروز میخوام با وام گرفتن از تحلیل‌های عمیق استاد عزیزم دکتر متهنی‌ها از یک زاویه کاملا متفاوت به این اضطراب نگاه کنم و ببینم چطور تغییر این پارادایم ها که توضیح میدم ما رو تا مرز مطلق ناامیدی مطلق پیش میبره و چطور میتونیم ذهنمون رو پس بگیریم. در روانشناسی به ویژه در بررسی علت‌های رسیدن به بنبست‌های روانی 2 عامل بسیار مهم وجود داره. 1 احساس شکست، 2 احساس گرفتاری یا انترپمنت. وقتی اخبار تاریکی پمپاژ میشه به جامعه، ذهن ما احساس میکنه که توی تله تاریخی افتاده که هیچ راه فراری نداره. من اینجا میخوام به تعبیر بسیار خیلی قشنگی از استاد متهنی‌ها اشاره کنم. ایشون در تحلیل‌های آینده پژوهانه خودشون تاکید میکنن که ما معمولا تاریخ رو با وقایع سطح آب مثل جنگ‌ها و بحران‌ها میشناسیم، اما زیر این امواج رودخونه معنادار جریان داره، یه رودخونه معنا جریان داره. خبرها فقط سطح آب هستن اما و پایان یه حادثه رو نشون میدن، اما زیر این سطح نشانه ها آغازگری روند جدید. وقتی ما در اخبار غرق میشیم فقط امواج روی آب رو میبینیم و دچار حس گرفتاری میشیم، اما اگر به جریان زیرین آب نگاه کنیم متوجه میشیم که دنیا به پایان نرسیده بلکه در حال تغییر هست. یکی از بزرگترین دلایل شروع اضطراب و افسردگی تو دنیای امروز تو قرن 21 سال 2026 فضاییه که تو اون تنفس میکنه. استاد متهنی‌ها در مبحث‌های خودشون به زیبایی خیلی قشنگ به ورود بشر به عصر فراذهن اشاره میکنن. ایشون معتقدن که قدرت دیگه تنها از لوله تفنگ بیرون نمیاد، بلکه امروز قدرت از صفحه تلفن همراه، موتورهای جستجوگر و شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره. الگوریتمایی که این فراذهن رو شکل دادن هوشمندن و به خوبی میدونن که چطور ترس و ناامیدی رو در ما بهینه‌سازی کنن و برنامه‌ریزی کنن تا توجه ما رو جلب کنن. وقتی شما در این فضا احساس استیصال و گیرافتادگی میکنید باید بدونید که ضعف از شما نیست. شما درگیر یه ساختار قدرت هوشیار شدید که ناامیدی شما براش سودآور هست. انسان ناامید انسانی که قدرت تغییر روایت زندگی خودش و میهن خودش رو از دست داده است. اما آیا واقعا جهان در حال فروپاشی هست؟ پاسخ استاد متهنی‌ها به این موضوع، به این ترس بنیادین خیلی روشنه. هیچ آخری وجود نداره. تاریخ هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه. اون چیزی که پایان پیدا میکنه نظم‌ها، پارادایم ها هستن. حالا توضیح میدم. احساس پوچی و ناامیدی ما دقیقاً از همینجا شکل میگیره، ناشی میشه که فروپاشی یک نظم آشنا رو با فروپاشی کل هستیمون اشتباه میگیریم. ما قربانی تغییر نظم‌ها نیستیم. تاریخ به قول استاد متهنی‌ها هرگز در برابر هیچ قدرتی زانو نداده و لبخند میزنه و تاریخ متعلق به کسانیه که آینده رو زودتر میفهمن. حالا این چه ارتباطی به پیشگیری از خودکشی و سلامت روان داره؟ یک بار دیگه این بخش سوم رو گوش بدید. سال گذشته و چند سال گذشته تنها مهمترین شعار انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی و سایر انجمن‌های پیشگیری از خودکشی در سراسر جهان تغییر روایت‌ها و تغییر معنای روایت‌ها هستش. خب و من وقتی این وایس دکتر متهنی‌ها رو گوش دادم به این نتیجه رسیدم که بیاین روایت خودمون رو از ماشین تولید ترس پس بگیریم. اگر امروز احساس گرفتاری میکنید این پایان شما نیست. این صرفا پایان یک پارادایم کهنه روی زندگیتون یا روی جامعه است. من در فرآیند طراحی استارتر کیت پیشگیری از خودکشی دقیقا رو همین نقطه تمرکز کردم.
اینکه چطور میتونیم قدم به قدم کنترل ذهن و معنای زندگیمون رو از الگوهای ترس و ناامیدی پس بگیریم و به جریان اصلی زندگی برگردیم. اگر این ویدیو تونست لابی جدیدی به ذهن شما بده لطفا اون رو با کسایی که فکر میکنن خیلی زیاد فشار این اخبار سنگین احساس استیصال میکنن به اشتراک بذارین، احساس گیر افتادگی میکنن به اشتراک بذارین. حتما نظراتتون رو برام بنویسید و اینکه میپرسم شما چطور با این اضطراب تغییر نظم ها تو زندگی روزمرتون مقابله میکنید. در اون مورد من بیشتر توی کتابم که اینجا گذاشتم و مسائل دیگه صحبت کردیم. مراقب خودتون باشین. کتاب دکتر متعنی مکتب سیمرغ رو هم پیشنهاد میدم، توی دیسکریپشن لینک خریدش رو میذارم و امیدوارم که روز و روزهای خوبی پیش رو داشته باشین.